ماره. مار؟ بله مار. هم مار که میره تو سراخ؟ بله ماری که نیش میزنه. این مار نیست که. پس چیه؟ مار یه جور دیگه که در زبان فارسی ما یه جور مار داریم، اونم اینه که من نوشتم. در آبادی ما یه جور مار داره اینجوری که ما می نویستم. این شکل ماره. شکل ماره دیگه. اما ما ماری که باید یاد بگیریم و بنویسیم اینه. آخه مار نیست که. اون چیزی که مار نیست چرا یاد بگیریم بگیم ماره؟ ها؟ چه بداقلاش میگی؟ بهت میگم مار اینه که من نوشتم. میم الف مار جزمی مار. مگه تو هر سرت نمیشه پسر؟ چرا داد میزنه؟ مار اینه که ما نوشتم. شما بگید برو کنار. این مار آقا معلم ماره یا این که ما نوشتم میگه ماره؟ سر کنی ببینم. این مار نیست. اون وقت این ماره. بفرما. دیدی ما گفتم؟ مار که دیگه ما دیدیم